درود دوستان عزیز، به کانال خودتون انرژی با عسل خوش آمد. امیدوارم که حال دلتون خوب و عالی باشه. در هر جایی که هستید سرشار از انرژی های مثبت باشید. میخوایم با تاروت و کارت های لنورمان برای هر 12 ماه سال انرژی خوانی کنیم و پیام کائنات رو دریافت کنید. برای اینکه با این انرژی خوانی همسو شوید لطفاً لایک کنید و اگر جدید وارد کانال شدید، اگر از این ویدیو خوشت اومد سابسکرایب کن که همیشه همراه ما باشید. بریم برای فروردین مایه های عزیزم. فروردین جان، با انرژی مثبت به خواستت فکر کن. به نام خداوند بخشنده مهربان. نشون میده که توی این روزها داری سعی میکنی با مدیریت و با ذهن روشن، با ذهن مثبت برای خواستهات اقدام کنی. اما این کارت میگه شاید بعضی از شماها توی این روزها کمی نگران مسائل احساسی یا حتی مالی هستید. علت این که توی این روزها نگران شدی ترس از مسائلیه که توی گذشته تجربه کردی. انگار کسی که همش به گذشته برمیگرده و اتفاقهایی رو که افتاده داره مرور میکنه و نگرانه که دوباره براش تکرار بشه. در حالی که این کارت میگه هر چقدر که قوی باشی، هر چقدر که درست تصمیم بگیری و مسائل زندگی رو آگاهانه بپذیری، مسئولیتش رو و برای خواسته ها با انرژی خوب اقدام کنی، نتیجه بسیار خوبی در انتظارتون. اگر روی مسائل احساسی برای فرزندتون این روزها ذهنتون درگیر شده، دلتنگ فرزندت هستی، دیگه بالاخره از نگرانی در میاد. اگر کسی بهت قولی داده که حمایتت میکنه، مثل یک مدیر یا حتی پدر یا کسی که حامی تو هستش، این حمایت برات هستش، نتیجه خوب و مثبتی رو داری دریافت میکنی. اگه محصل هستی و نگران مسائل تحصیلیت هستی، نشون میده که با جدیتی که داری برای کارهات میذاری، با پشتکاری که داری برای درسهات نشون میدی، بالاخره نتیجه بسیار خوبی رو دریافت میکنی. کائنات بهت میگن تو این روزها باید برای خوشحالی خودت زمان بذاری. اگر لازمه به کسی کمک کنی. انگار برکت و فراوانی زمانی برات هست که میتونی به دیگران هم بخششی داشته باشی. حتی شاید بعضی از شما تو مسائل احساسی با کسی به مشکل خوردین، حالا خانواده‌تون یا کسی که دوستش دارید، میگه اگه کار اشتباه کردی بهتره که عذرخواهی کنی. بعضی اوقات خود عذرخواهی نشون دهنده بزرگی توه، پس بهتره به جای غرور برای کار اشتباه خودت اقدام کنی. و در نهایت ببینیم که کارت های لنورماند به شما چه پیامی رو نشون میده. به نام خداوند بخشنده مهربان. در اینجا خانومی رو میبینم که منتظر تکلیفش مشخص بشه. حالا این تکلیف میتونه مربوط به مسائل مالی باشه، میتونه مربوط به مسائل احساسی باشه. این خانوم میتونه برای بعضیا معنی حمایتی که از سمت یک خانومی براتون هستش، یا حتی برای بعضیا میتونه این خانوم مادرت باشه. اگر نسبت به کاری که داری انجام میدی مادرت بهت قولی داده حمایتت کنه، نشون میده که این حمایت از سمت مادر برات هستش. این کارت نشون میده که اگر تو این روزها دنبال خرید وسیله‌ای هستی یا حتی خونه، ماشین هستی، اگر داری به پولی فکر میکنی، این پول داره به سمتت میاد و میتونی این خرید رو داشته باشی. اگر خودت خانم هستی و قراره که تکلیفت معلوم بشه برای ازدواج، نشون میده که تکلیفت مشخص میشه و خوشحالی داری. کلا فروردینی جان، کارت ها میگن تو این روزها باید با انرژی مثبت خودت منتظر خبرهای خوب باشی. هر چقدر که نگران باشی و به گذشته خودت فکر کنی، به جای اینکه از گذشتت درس بگیری، انگار یک جورایی خودت کارهای خودت رو به چالش میکشی و نشون میده برای خیلی از شما انگار مادری که داره با عشق بهت کمک میکنه، شاید حتی یک صحبتی باهات میکنه، راهی رو داره بهت نشون میده، میگه حرفایی رو که میشنوی رو جدی بگیر. کلا انرژی یک خانم رو میبینم که در زندگی شما بسیار زیبا افتاده. حالا این خانم برای هر کسی میتونه یک معنی داشته باشه. برای بعضیا مادر، برای بعضیا همسر، برای بعضیا دخترشون، یا برای بعضیا میتونه دوستشون باشه.
خانومی که کمک میکنه، خانومی که انرژی زیبایی داره و داره راه رو بهت نشون میده. با توجه به اینکه شاید در گذشته از سمت این خانم تجربه خوبی داشته باشی یا حتی خودت هم میدونی که این خانم از نظر ذهنی خانومیه که میتونه بهت مشاوره بده، پس سعی کن که از مشاورش استفاده کنی تا توی زندگی زودتر به موفقیت برسی. بریم برای اردیبهشت ماهی های عزیزمون. اردیبهشت ماهی جان، تا کارتا رو بر میزنم به خواسته هات فکر کن با انرژی مثبت به نام خداوند بخشنده مهربان. ببینیم که کائنات برای شما چه پیامی داره. در اینجا کارت نشون میده که توی این روزها باید یک کمی از نظر احساسی خودت کنترل داشته باشی. مثل کسی که شاید باید توی این روزها برای کارهای خودش وقت بیشتری بذاره، با احساس بهتری براش قدم برداره. اگه توی این روزها منتظر هستی که یک جوابی رو بگیری، اگر درس میخونی باید مدرکی بگیری یا حتی توی کارت قرار بوده که پستی رو بهت بدن یا حتی حقوقی رو بگیری که به نظر میاد عقب افتاده، بهت میگه نگران نباش، شاید داره کند پیش میره ولی در نهایت به خواستت میرسی. اردیبهشتی جان میگه خیلی وقتا ممکنه توی زندگی چالش هایی داشته باشی، کارهای کمی با زمان روبرو بشه یا اون خواسته ای که داری در زمانی که میخوای شاید برات پیش نیومده. اگر بتونی احساساتت رو کنترل کنی، دقیقا همون موقع اون خواسته خودت رو جذب میکنی. اگر فرزند پسری داری که تو این روزها ذهنت رو درگیر کرده، برای موفقیتش داری فکر میکنی، به موفقیت میرسه با کمکی که داری بهش میکنی. اگر تو این روزها منتظر یک فرزندی هستی، منتظر بارداری هستی، خبر خوشحال کننده ای رو میشنوی. اگر دوقلو هستی، خواهر دوقلو داری، برادر دوقلو داری و تو این روزها ذهنت براش درگیره، میگه سعی کن احساساتت رو کنترل کنی و با ذهن خوب و مثبتت برای خواسته هاتون قدم بردارید. چون که همه چیزهایی که سر راهت قرار گرفته حل شدنیه، اما زمانی که خودت هم باور داشته باشی. اگه تو این روزها بهت پیشنهادی شده برای یک ارتباط، نمیدونی باید چی کار کنی، توی سر دوراهی گیر کردی، بهت میگه یک کمی صبورتر باش، یک کمی آهسته تر اجازه بده بیشتر اون شخص رو بشناسی. چون هر چقدر که آرومتر تو ارتباطت پیش بری، انگار ارزش خودت رو بیشتر میکنی. حالا بریم ببینیم لنورمان به شما چه پیامی میده. به نام خداوند بخشنده مهربان. نشون میده که قراره که یک شروع داشته باشی. برای بعضیا نشون میده که شاید وارد یک کار جدید میشید، وارد یک ارتباط جدید میشید یا حتی توی مسائل تحصیلیتون انگار مسیری برات باز میشه تا بتونی وارد اون رشته‌ای که دلت میخواد بشی، قبولی که دوست داری رو داشته باشی. این کارت بهت میگه سعی کن که توی زندگی کمی از نگرانی و شک و شبهه دست بکشی. زمانی که شروع میکنی به انجام دادن کاری، بدون که قراره به موفقیت برسی. چون اگر شما زمانی که دارین کاری رو شروع میکنی کنار شروع کارتون نگران باشی، کمی باعث میشه که توی کارتون توقف ایجاد کنید. میگه با قدرت و با انرژی بالا برای خواستت قدم بردار که مسیر برات بازه. اگه توی این روزها ذهنت درگیر فرزندت شده، میگه نگرانی های تویی که باعث شده فرزندت توی شرایط سختی قرار بگیره. چون بعضی اوقات ما با نگرانی هامون، با فکرهایی که به بچه هامون میکنیم، متاسفانه انرژی منفی رو تولید میکنیم. سعی کن با انرژی خوب و با ایمان به پروردگارت برای فرزندت فقط دعا کنی. اردیبهشتی جان، کائنات بهت میگه توی این روزها برات شروع هستش، شروعی که میتونه تو رو به موفقیت برسونه. فقط لازمه از شک و تردید دست بکشی و خیلی جاها هم به جای اینکه دو دل بشی، بهتره برای خواسته ها تصمیم قاطع بگیری. بریم برای خرداد ماهی های عزیزمون. خرداد ماهی جان، با انرژی مثبت به خواسته هات فکر کن، ببینیم که کائنات برای شما چه پیام خوبی داره. به نام خداوند بخشنده مهربان. خردادی جان، در اینجا نشون میده که شاید مدتیه که ذهنت عجیب درگیر مسائلی هستش که
مربوط به گذشته شماست یا حتی کسانی که باعث ناراحتیت شدن، ارتباطاتی که متوجه شدی توی این ارتباطات کسی برات نقشه کشیده بوده، باعث ناراحتیت شده بوده که خدا رو شکر این کارت میگه بالاخره این سنگینی و این شفاخهایی که برات پیش اومده بود داره از روی تو برداشته میشه. انگار که داره کائنات بهت میگه اگه تو این روزها احساس میکنی مسائلی داره اذیتت میکنه و یا توی محیط کارتون اگر شرایطی برات ایجاد شده که احساس میکنی خوشحال نیستی، میگه بالاخره مشخص میشه که چه کسی داره اینجا برای شما پنهانی کارهایی رو انجام میده که شما رو توی دردسر انداخته. اما با توجه به این کارت بهت میگه خیلی وقتا کارهای بدی که دیگران میکنن به نفع تمام میشه. انگار کسی اومده کارهای زشتی رو کرده که تو متوجه بشی که باید مسیرت رو عوض کنی تا وارد یک مسیر بهتری بشی. اگر تو این روزها چیزی رو گم کردی، کسی سر تو کلاه گذاشته، میگه بالاخره این مسئله برات حل میشه، مثل کسی که حق خودش رو دریافت میکنه. و در نهایت این کارت میگه به زودی یک شروع جدید داری، موفقیت داری و پیروزی داری. حتی میتونم بگم که بعضی اوقات سختی هایی که در زندگی میکشی دقیقاً خودش باعث میشه که به یک موفقیت بزرگتری برسی. مثل کسی که توی زندگیش با تجربه هایی که به دست آورده دیگه از دست دادن یا نشدن ها دیگه ترسی نداره و این تجربه باعث شده که امروز با قدرت بیشتری برای زندگیت اقدام کنی. اگر منتظر هستی که وارد یک زندگی بشی، ارتباط جدیدی رو شروع کنی، نشون میده که این ارتباط جدید داره برات درست میشه. اگر قراره وارد یک محیط کاری بشی، مشغول به یک کاری بشی، این کارت نشون میده که این اتفاق داره برات میفته. اگر کسی رو که دوست داری عنصرش آتش هستش یا هوا هستش و تو این روزها گرفتار مسائلی شده که باعث نگرانیت شده، این مسئله حل میشه. اگر کسی توی زندگیش رقیبی داره و این رقیب باعث شد که زندگیت به هم بخوره، به زودی کارماش رو پس میده. اگه تو این روزها مسائل ارث با خانواده خودت مشکلی داشتی، مسئله‌ای داشتی، میگه بالاخره این مسئله به اتمام میرسه. مثل این میمونه که ارتباطات دوباره با خوشحالی ادامه پیدا میکنه. بریم ببینیم لنورمان به شما چه پیامی میده. به نام خداوند بخشنده مهربان. نشون میده که موفقیت و پیروزی برات نزدیکه، اما لازمه که برای خواسته‌هات بیشتر تلاش کنی. باید برای خواسته‌هات اقدام کنی. کائنات میگه تو این روزها قراره نتیجه زحمتی که مدت‌ها کشیده بودی رو دریافت کنی. اگه توی زندگی احساس کردی حقت رو بهت ندادن، در حقت کوتاهی شده، امروز بهت میگه قراره که حقی رو که از دست دادی رو به دست بیاری. خردادی رو میبینم که بعد از مدت‌ها احساس میکنه بالاخره به آرزوی خودش، به خواسته قلبیش رسیده. مثل کسی که از ته دلش دعایی کرده، دعاهاش داره برآورده میشه. و به شما میگه تو این روزها سعی کنید از افراد منفی، محیط‌های منفی دوری کنید. برکتی وارد زندگیت میشه که این برکت نتیجه تلاش‌هایی که مدت‌ها براش پشت کار نشون دادی. اگه تو این روزها نگران فرزندت هستی، فرزندت جایی گرفتاری یا توی زندان هستش و براش فکر درگیر شده، بهت میگه بالاخره آزادیش و موفقیتش رو میبینی. تو این روزها سعی کنید پشت کسی صحبت نکنید. اگر هم کسانی هستن که شما رو مجبور میکنن که در مورد دیگران صحبت کنید یا قضاوت کنید، ازشون حتما دوری کنید. چون این کارت به شما میگه قراره که نتیجه اعمال خودت رو به زودی بگیری. موفقیت و پیروزی و شروعهای خوب برای شما نزدیکه. بریم برای تیرماهی های عزیزمون. تیرماهی جان، با انرژی مثبت به خواسته هات فکر کن. ببینیم پیام کائنات برای شما چی هستش. به نام خداوند بخشنده مهربان. کائنات نشون میدن که شاید برای بعضی از شماها رو مسائل مالی قرار بوده کاری رو انجام بدی، سرمایه گذاری رو انجام بدی یا حتی خرید و فروشی داشته باشی. انگار نشون میده یه مدتی کارها برات پیش نرفته.
و این کارت میگه برای بعضی از شما انگار از نظر احساسی کمی دلتنگی یا حتی دلشکستگی رو نشون میده که ممکنه توی گذشته براتون بوده و همچنان ذهنت رو درگیر کرده. این کارت برعکس افتاده. میگه هر مسئله‌ای که باعث شد که دلت بگیره، چه مالی چه احساسی، بالاخره به اتمام میرسه، بالاخره این مسئله حل میشه. و این کارت بهت میگه توی این روزها باید بتونی با انگیزه بیشتر و با اراده و باورهای خوبت برای زندگیت تصمیم بگیری. اگر بخوای همچنان به مسائلی فکر کنی که باعث ناراحتیت شده، انگیزت کمتر میشه. پس بهتره از ناراحتی هایی که برات پیش اومد درست رو بگیری. انگار باید از تجربه هات توی این روزها بیشتر استفاده کنی. اگه توی ارتباطاتت کسی کنارت بود که باعث زخمی شدنت شد، خیانت کرد یا تو رو توی مسیری قرار داد که حقت نبود، به جای اینکه بشینی قصه بخوری، بهتره که این بار تو زندگیت با فکر و با منطق بیشتری تصمیم بگیری. اگر لازمه از کسی که باعث ناراحتیت میشه دوری کنی، بهتره که دوری کنی. اگر که تو مسائل مالی کسی ازت درخواستی کرده که خودت هم میدونی قبلا پولت رو بهت پس نداده، میگه تو رو دروازه قرار نگیر و پیشنهادش رو رد کن. به خاطر اینکه اگر دوباره این اشتباه رو بکنی، این پول رو دوباره میتونی از دست بدی. اگه کسی رو که دوست داری عنصرش خاک هستش و مدتیه که تو مسائل مالیش به مشکل خورده، توی ناراحتی هستش، میگه بالاخره این مسئله داره براش حل میشه با کمی زمان، ولی در نهایت آرامش رو نشون میده. اگر تو این روزها مسائل مالیتون یا مسائل احساسیتون اگر اونجوری که دلت میخواد پیش نمیره، بهتره که صدقه بدی. اگر از کسی دوری و دلتنگی، میگه بالاخره دیدار و خوشحالی براتون هستش، باید کمی صبورتر باشی. اگر توی خونت پرنده‌ای داری، وجود این پرنده برات یک برکته. کائنات میگن تو این روزها باید برای خواسته های خودت اگر لازمه در برابر دیگران بیستی، باید بیستی. به خاطر اینکه دل کسی رو نشکنی، بهتره هیچ تصمیمی نگیری. اگر اون مسائل مالی با خانواده خودت مشکل داری، روی ارث یا روی مسائلی که فروش هستش با هم کار میکنید و الان به مسئله برخورد کردین که باعث ناراحتی شده، میگه بهتره با مشورت و صحبت کردن با شخصی که دانشش رو داره این مسئله رو حل کنید. به جای بحث کردن و کشمکش، بهتره از راه منطقی اقدام کنید. بریم ببینیم لنورمان به شما چه پیام زیبایی رو نشون میده. به نام خداوند بخشنده مهربان. به به دیمای جان، اینجا میگه تو این روزها قراره که به یک عشق و یک آرامش خیلی خوبی برسی. اگر که نیاز استراحت کنی، بهتره که توی طبیعت بری، برای خانواده خودت زمان بذاری و عشق واقعی رو بهشون نشون بدی. با خانواده بودن و خوشحالی کردن میتونه تو زندگی از نظر احساسی فرکانست بالاتر بره و زودتر خواسته های خودت رو جذب کنی. برای بعضیا نشون میده که بالاخره بعد از مدت‌ها کسی رو که دوستش داشتی داره بهت پیشنهاد ازدواج میده، کنار هم هستین و خوشحال هستین. برای خیلی‌ها میتونیم بگیم که شاید منتظر بودی که یک راه دوری رو بری، دیدن کسی بری، دوری دلتنگی داشتی، بالاخره دیدار رو داره بهتون نشون میده. برای بعضیا حتی نشون میده که شاید مدت‌ها منتظر بودی که فرزندی داشته باشی، بالاخره خبرهای خوشحالی که میشنوی، خبر بارداری و بسیار خوشحال هستی. بریم برای ماه مرداد. مردادی جان، با انرژی مثبت به خواسته هات فکر کن تا کارتا رو پر میزنم. نیت کن، ببینیم کائنات برای شما چه پیامی داره. به نام خداوند بخشنده مهربان. نشون میده که شاید مدتی ذهنت درگیر مسائلی هستش که آرامشت کمی به هم ریخته. مثل کسی که باید تکلیفش مشخص بشه برای محل اقامتش.
مثلا مثل کسی که باید شاید خونش رو جابجا کنه، یا شاید باید محیط کاریش رو عوض کنه، یا برای بعضیا حتی شاید میخوای کار دومی رو داشته باشی که نشون میده که مدتی ذهن درگیره. انگار که میخواد بهت بگه که اگر تو این روزها منتظر یک خونه‌ای هستی، منتظر یک آرامشی هستی، منتظری که توی ارتباطات تکلیفت معلوم بشه، کنار عشقت باشی، میگه به جای اینکه نگران باشی، منتظر خبرهای خوب و عالی باش. انگار خبرها داره از هر طرف به گوشت میرسه. تو اینقدر قدرتمندی که اگر قدرت خودت به خواسته هات فکر کنی، خواسته های خودت رو خیلی خوب و عالی جذب میکنی. اگه تو این روزها برای فرزند خودت فکر میکنی، قرار ازدواج کنه یا قرار وارد کاری بشه که نگرانش هستی، میگه دست از نگرانی بردار، بدون که کارها داره براش درست میشه. اگر قراره که خونه‌ای به فروش برسه و هنوز به فروش نرسیده، میگه هنوز زمانش نرسیده، وگرنه این خونه به فروش میرسه. از شایعات دوری کن. اگر کسی صحبتی کرده که باعث نگرانی شده یا ترسیدی، میگه این حرفا بیشتر مثل یک شایعه میمونه. اگر مرداد ماهی هستی که توی این روزها احساس میکنی شرایط داره باعث میشه که توی سختی قرار بگیری، از نظر روحی خسته باشی، میگه سعی کن که توی این روزها روی پذیرش خودت کار کنی. خیلی وقتا اگر در برابر مسائل بتونی پذیرش داشته باشی، خیلی راحت‌تر میتونی مسیر خوب زندگیت رو سپری کنی. کائنات به شما میگن منتظر خبرهای خوب باش، چه مالی، چه کاری و چه تحصیلی و چه احساسی. اما برای رسیدن به خواستهات نیازه که خودت هم اقدام کنی. تا زمانی که به شایعات یا حرفای اشتباهی دیگران گوش میکنی، زمان رسیدن به خواستهات رو دیرتر میکنی. خیلی جاها اگر که کسی بهت زور میگه، حرفی میزنه که برات جالب نیست، نیازی نیست که در برابرش کوتاه بیای. میتونی از خودت دفاع کنی. بریم برای شهریور ماهی های عزیزمون. شهریوری جان، با انرژی مثبت به خواسته ها فکر کن تا ببینیم کائنات برای شما عزیزان چه پیامی داره. به نام خداوند بخشنده مهربان. شهریوری جان، در اینجا کارت نشون میده که تو این روزها کمی از نظر ذهن شلوغی داری، نمیتونی تصمیم بگیری، سر دوراهی گیر کردی و نمیدونی که باید چه کاری رو انگار انجام بدی. و در اینجا کارت میگه علت این که تو این روزها سر دوراهی گیر کردی، بی انگیزگی و ناباوری که نسبت به کاری که میخوای شروع کنی داری. انگار میخوای وارد یک کاری بشی که تو این کار رو هیچ تجربه‌ای نداری، یا حتی باور نداری که قبولت کنن و این باعث شده توی شک و دودلی گیر کنی. برای بعضیا حتی شاید قراره که یک خرید و فروشی انجام بدی، اما انگار به گرفتن اون پول اعتماد نداری و همین باعث شده که توی شک و دودلی گیر کنی. هر انتخابی که داری انجام میدی، میگه باید با منطق و با عشق باشه. اگر مسئله هستش که نسبت بهش اون عشق رو نداری، بهتره که اون رو انتخاب نکنی. اگر قراره معامله رو انجام بدی، وارد کاری بشی که بهش اعتماد نداری، بهتره که اصلا این کار رو شروع نکنی. شهریوری جان، تو این روزها انگار بین احساست و منطقت گیر کردی. از یک سمتی به خاطر احساست دوست داری کاری رو انجام بدی، اما منطقت بهت میگه این کار باعث میشه که توی شرایط سختی گیر کنی. زمانی که نمیدونی باید چه کاری انجام بدی، بهتر آرامشت رو حفظ کنی و مسائل زندگیت رو به کائنات و پروردگار خودت بسپاری. اگه تو این روزها بین دو نفر گیر کردی، مثلا کسی که همسرش هستش و خانوادهش هستن، بین این دو نفر گیر کردی، نمیدونی باید چه رفتاری نشون بدی، میگه بهتر خودت رو عقب بکشی، دخالت نکنی. اگر کسی رو دوست داری که احساس میکنی از نظر مالی نمیتونه تأمینت کنه و خواستگاری داری که از نظر مالی پول بیشتری داره و نمیدونی باید کدوم رو انتخاب کنی، بهتره که این انتخاب رو انجام ندی و اجازه بدی که توی تقدیر هر کدوم درست‌تر هستش خودش برات پیش بیاد. بریم ببینیم لنورمان به شما چه پیامی میده. به نام خداوند بخشنده مهربان. بهت میگه تو این روزها روی شانس هستی و
حتی نشون میده که برای شما مهاجرت میتونه باشه. اگه کسی دنبال نقل و انتقال هستش، جابجایی هستش، میگه برات این شانس، این خوش شانسی هستش. کائنات میگن تو این روزها شانس شما تو رها کردن و رفتنه. خیلی جالبه که در اینجا این کارت با این کارت میتونه خیلی هماهنگ باشه، به خاطر اینکه در اینجا هم میگه شانس شما تو این روزها رها کردن، سپردن مسائل به کائنات هستش. زمانی که نمیدونی باید چه کاری انجام بدی، فقط باید به شانس خودت ایمان داشته باشی و بدونی که بهترین مسئله و بهترین اتفاق قراره برات بیفته. مثل کسی که دقیقاً میدونه که همیشه در زندگیش مسیر اونطوری براش باز میشه که برای اون بهترینه. اگر که منتظر سفری هستی، میخوای راهی رو بری، جایی بری برای زندگی، میگه روی شانسی این سفر برات درست میشه. اگر توی مسائل سفری خودت باید یک ویزایی رو بگیری و توی این روزها ذهنت درگیره، نمیدونی چه اتفاقی میفته، میگه برات شانس هستش، این خبر خوشحال کننده رو میشنوی. تو این روزها هر چقدر که بیشتر از شانس خودت و اتفاقهای خوبی که همیشه در زندگیت افتاده صحبت کنی، انگار به زندگی یک سرعت بیشتری رو میدی. اگه جایی زندگی میکنی که دریا داره، بهت میگه تو این روزها خبرهای بسیار خوب و عالی میشنوی که بیشتر میتونه رو مسائل مالی باشه. اگه توی کارهایی مثل کارهای تجارت هستی، میگه بالاخره نتیجه زحمتهات رو داری میگیری. چالشی رو که به شما نشون میده، سعی کن توی زندگیت از شک و دودلی دست بکشی. اگه محصل هستی و قراره که برای تحصیلت راه دور بری، مسیر داره برات باز میشه. خب بریم برای مهرماهی های عزیزمون. مهرماهی جان، با انرژی مثبت به خواسته هات فکر کن تا کارتا رو پر میزنم. به خواسته هات فکر کن. به نام خداوند بخشنده مهربان. به به مرمایی جان، چه کارت زیبایی. کائنات میگن تو این روزها منتظر موفقیت و خبرهای خیلی خوب و عالی باش. میگه تو این روزها برای شما انرژی پیروزی و خوشحالی و موفقیت بسیار پررنگ هستش. اگر این روزها تو مسائل کاری و مالیت اونجوری که دلت میخواد، اون شرایطی که میخوای رو نداری، اگر ایمانت رو حفظ کنی و ایمان داشته باشی که قراره به پیروزی برسی، دقیقاً داری به یک پیروزی بزرگ میرسی. اگر برای فرزند خودت فکر میکنی، برای تحصیلش، برای موفقیتش در زندگی، میگه براش دعا کن و بدون که داره به یک موفقیت بزرگی میرسه. اگه کسی بهت پیشنهاد داده برای مسائل مالی سرمایه گذاری کنی، اگر با دقت و با بررسی جلو بری، احتمال پیروزی و موفقیتت بیشتره. تو مسائل مالی بهتون میگه دقت کنید که پولتون رو هر جایی سرمایه گذاری نکنید. رو مسئله مالی بیشتر داره به شما دقت رو نشون میده، بررسی رو نشون میده، اما تو کار و مسائل تحصیلی و احساسی داره به پیروزی و موفقیت رو نشون میده. اگه جایی رفتی دعایی کردی، دعاهات داره برآورده میشه. اگه به کسی کمک کردی، اگر بچه‌ای رو سرپرستیش رو به عهده گرفتی و کمکش کردی، تو این روزها داری دعای خیر اون رو و برکتش رو تو زندگیت میبینی. اگر کسی تو مسائل قانونی به مشکلی خورده، براش مانعی هست، نگران یک حکمی هستش، میگه شاید باید یک پولی رو خرج کنی ولی در نهایت جواب خوبی رو دریافت میکنی. خب بریم ببینیم لنورمان به شما چه پیامی رو نشون میده. به نام خداوند بخشنده مهربان. مرمای جان میگه توی زندگیت با تلاش و مقاومتی که نشون دادی، ایستادگی هایی که در برابر سختی ها کردی، امروز داری نتیجهش رو دریافت میکنی. انگار داری از کارهای خوبی که کردی دقیقاً همونا رو از زندگی پس میگیری. برای خیلی از شما نشون میده که تو این روزها قراره از سمت کسی که دوستش داری عشق رو دریافت کنی. پیشنهاد میتونه باشه، میگه شاید خیلی وقته برای کسی که دوست داری صبر کردی، امید داشتی و بالاخره عشقی که به هم داشتی، تلاشی که کردی، داره به یک نتیجه خوبی میرسی. اگه توی خونه حیوانی رو نگه میداری و توی شرایطی هستی که احساس خستگی میکنی، میگه دعاها و برکت این حیوان داره تو زندگی خودش رو نشون میده. اگه خانومی هستی که
منتظر هستی کارهای تو برای رفتن به جایی درست بشه یا حتی خونت رو جابجا کنی، با ایمانی که داری، اعتمادی که داری به خدای خودت، دقیقاً داری جواب خودت رو دریافت میکنی. آمین. خب بریم برای آبان ماهی های عزیزمون. آبان ماهی جان، با انرژی مثبت به خواسته هات فکر کن. به نام خداوند بخشنده مهربان. کائنات میگن توی این روزها داری سعی میکنی خیلی با جدیت و با مدیریت کارها و زندگی خودت رو کنترل کنی. نشون میده که یک سری ترس ها و نگرانی هایی داشتی برای اینکه چیزی رو از دست ندی. زمانی که دست از نگرانی برداشتی، دقیقاً ترس های خودت رو از دست دادی. کارت ها برعکس افتاده. یعنی دقیقاً آبانی رو نشون میده که با فکر مثبت، با منطق سعی کرده هر چیزی که توی زندگیش باعث ناراحتی شده بوده رو بپذیره و بدون اینکه از آینده خودش بترسه، با جدیت برای خواسته‌هاش داره تصمیم میگیره. دقیقاً زمانی که ترس خودش رو رها کرده، مشکلات و نگرانی‌ها از سر راهش داره برداشته میشه. اگه تو این روزها منتظر دیدار کسی هستی که مدت‌ها ازش دور بودی، خبرهای خوبی رو میشنوی. اگه تو این روزها احساس میکنی یک سنگینی روته، بهتره صدقه‌ای رو بدی، اسپند کنی، اجازه ندی که انرژی های منفی توی زندگی تاثیر بذاره. اگه توی این روزها منتظر هستی که وارد یک کاری بشی یا توی کارت منتظری که یک نتیجه رو بگیری، هر چی که بیشتر منتظر باشی زمان خواستت رو طولانی تر میکنی. هر چقدر که بیشتر با ایمان و با اعتماد و با حال خوبت برای زندگی فکر میکنی، ترس ها و انتظارهایی که داری از سر راهت برداشته میشه و احساس موفقیت و پیروزی رو بیشتر میکنی. بریم ببینیم برای شما لنورمان چه پیامی رو نشون میده. به نام خداوند بخشنده مهربان. به به آبانی جان، در اینجا نشون میده هر چیزی که ذهنت رو درگیر کرده، اگر هم داره با زمان پیش میره، میگه نگران نباش که این مسئله داره از ریشه برات حل میشه. قراره که توی کارها موفقیت و اون رشدی که لایقش هستی رو داره بهت نشون میده. برای خیلی از شماها نشون میده که از سمت کسی که دوستش دارین براتون پیشنهاد هستش. برای خیلی ها میتونه نشون دهنده پیشنهادهای کاری باشه، یا اگر با کسی مشکلی داری، ناراحتی داری، قهر کردی، تو ارتباطاتتون به مسئله برخورد کردی، در اینجا آشتی کردن رو نشون میده. اگه تو این روزها منتظر یک خبر هستی، مثل خبر اقامت، گرفتن ویزا، خبرهای خوبی رو میشنوی. برای بعضی از شما نشون میده که تو این روزها ممکنه از سمت کسی هدیه‌ای دریافت کنی که بسیار خوشحال میشی. اگر درس میخونی منتظر یک قبولی هستی، موفقیت برات هست، قبولی برات هست، خوشحالی براتون هست. آقای آبان ماهی رو میبینم که همیشه سعی کرده توی زندگیش برای خانواده خودش یا حتی برای دوستان خودش حامی باشه و با حمایت هایی که کرده مثل این میمونه که برای خودش یک انرژی زیبا، اتفاقهای خوبی رو جذب کرده که به زودی نتیجه اون کارهای خودش رو داره میبینه. برای خیلی از شما نشون میده که ممکنه که وارد یک ارتباط جدید بشی، کسی که کراشت بوده بالاخره داره بهت پیشنهاد میده و وارد یک ارتباط میشی. پیام کائنات کلا به شما آبان مایه عزیز میگه منتظر نتیجه خوب، موفقیت و رشد کارهایی باش که مدتها براش زحمت کشید. برای شما عشق رو نشون میده و حمایت رو نشون میده، پیروزی و خوشحالی های بسیار زیادی رو داره نشون میده. بریم برای آذرمایه های عزیزمون. آذرمایه جان، با انرژی مثبت به خواسته هات فکر کن. به نام خداوند بخشنده مهربان. در اینجا کائنات نشون میدن که بالاخره انگار بعد از مدت ها اون نگرانی ها و چشم انتظاری هایی که داشتی به پایان رسیده. مثل کسی که بالاخره اون احساس تنهایی که داشته، احساس خستگی که داشته در براش برطرف میشه. شاید بعضی از شما مدتی بوده که توی شرایطی بودی که خیلی احساس ناراحتی میکردی، از نظر روحی توی فشار بودی، مسائلی بوده که مربوط به افرادی بوده که تو رو نگران کرده. از نظر روحی شخصی هستی که خیلی حساسی و بسیار مهربان هستی و این روزها داری به یک خوشحالی میرسی،
انگار اون سنگینی های احساسی داره از رود برداشته میشه. برای بعضی از شما نشون میده که داره یک پیشنهاد خوب، حالا میتونه کاری باشه، حتی میتونه احساسی باشه، که تو این روزها داره برات پیش میاد، که خود این پیشنهاد یک انگیزه میشه برای حرکت های خوب در زندگی. باید مراقب خوابتون باشید، رو مسئله خواب خودتون دقت کنید. اگر تو این روزها منتظر هستی که یک راهی رو بری، یک کاری رو انجام بدی، مسافرت باید بری که نشون میده که به زودی راهی برات باز میشه، خبرهایی رو میشنوی که میتونی این مسیر رو بری. اگر تو این روزها عادتهای تکراری رو داری میبینی، میگه خودش نشانه ای هست برای اینکه بهت بگه تو مسیر درستی هستی. اگه توی ارتباطاتت با کسی به مشکل خوردی، بینتون فاصله ایجاد شده، سوء تفاهمی بوده، برطرف میشه. خب ببینیم لنورماند به شما چه پیامی رو نشون میده. به نام خداوند بخشنده مهربان. در اینجا نشون میده که شاید یک سری رفتارهایی دیدی، کسانی که مثل دوست بودن ولی سرتو کلاه گذاشتن یا از شرایطت سوء استفاده کردن، که خود این میگه برات یک کلیده. مثل این میمونه که رفتارهای اشتباهی که دیگران کردن خودش باعث شدش که خیلی راحت‌تر بتونی ازشون فاصله بگیری و وارد یک مسیر بهتر و موفقیت بشی. حتی میتونم بگم بعضی اوقات لازمه که با یک زیرکی و باهوشی برای حل مسائلت اقدام کنی. اگه تو این روزها ذهنت درگیر کاری شده که باید براش اقدام کنی، یا قراری که خرید و فروشی باشه، نگرانی که آیا این اتفاق برات میفته، میگه کلید هستش، گشایش هستش و این مسئله درست میشه، به نتیجه خوب رسیدن رو نشون میده. آذر جان به شما میگه تو این روزها باید کمی با دقت بیشتری به اطرافیانتون نگاه کنید. یا در ظاهر دوستن ولی توی ذهن خودشون دنبال سوء استفاده یا حتی حسادت به شما هستن. تو این روزها باید شما دقت بیشتری داشته باشید به اطرافتون. اگر برای مسائل کاریتون نگران هستید، میگه گشایش هست، اما باید با باهوشی و با سیاست برای خواسته ها اقدام کنید. اگه کسی رو دوست داری که عنصرش آب هستش یا حتی هوا هستش و بینتون فاصله ایجاد شده، میگه این مسئله حل میشه. اگر برای کسی توی خانوادت به ازدواجش فکر میکنی که مدتها روش سنگینی بوده، انگار همیشه براش نگران بودی، بالاخره خبری رو میشنوی که خیلی خوشحال میشی. خب بریم برای دیمایی های عزیزمون. دیمایی جان با انرژی مثبت به خواسته هات فکر کن، ببینیم کائنات برای شما چه پیامی، چه انرژی مثبتی داره. به نام خداوند بخشنده مهربان. دیمای جان در اینجا پیام کائنات به شما میگه خیلی وقته که یک بار مسئولیت روی دوشت بوده. احساس میکردی که کارهایی که داری انجام میدی اونطوری که دلت میخواد به نتیجه نرسیده، اما این کار برعکس افتاده. میگه بالاخره این بار سنگین و این بار مسئولیت داره از رو دوشت برداشته میشه و این کارت میگه بالاخره پولی رو که منتظر بودی داره به دستت میرسه. برای بعضیا میتونه نشون دهنده شروع یک کار، شروع یک ارتباط یا شروع یک مسیر جدید توی زندگیتون باشه. مثل کسی که انگار اون ارزش واقعی خودش رو درک کرده و از مسائلی که براش بار بوده یا افرادی که براش توی زندگی باعث ناراحتی و نگرانیش میشدن فاصله گرفته و اون ارزش و اون چیزی که لایقش بوده رو داره به دست میاره. و این کارت میگه تو این روزها باید توی خرج هایی که میکنی، سرمایه گذاری هایی که میکنی، با فکر بیشتری اقدام کنی. مثل این میمونه که پول های زیادی به دستت میرسه، باید این پول ها رو بتونی مدیریت کنی. اگر آقای دیمایی هستی که توی این روزها به کسی پولی داده بودی، نگران بودی که چجوری میتونی پولت رو پس بگیری، نشون میده بالاخره این پول داره به صورت قسط بندی به دستت میرسه. اگر توی این روزها به کسی کمک کردی، تو مسائل مالی پشت کسی بودی، حمایت کردی، نتیجهش رو داری توی زندگی خودت میبینی. اگر کسی رو که دوستش داری، عنصرش آتش هسته یا خاک هستش، براش نگران هستی یا منتظری که توی کارهاش به موفقیت برسه، نشون میده که این خبر خوب رو دریافت میکنی. برای خیلیاتون نشون میده که شاید منتظر بودی که یک خریدی داشته باشی، اون پول به دستت میرسه، میتونی خریدی که میخوای رو داشته باشی. اگه تو مسائل قانونی برات مسئله پیش اومده
باعث شده که توی دردسر بیفتی حل میشه با دوندگی که داری میکنی و شاید لازم باشه یک پولی رو خرج کنی، اما این مسئله به خوشحالی برات برطرف میشه. خب بریم ببینیم لنورماند به شما چه پیامی رو نشون میده. به نام خداوند بخشنده مهربان. به به. نیمای جان بهت میگه تو این روزها عشق برات هست، خوشحالی و آرامش هست، اما لازمه که توی زندگی سعی کنی برای هر خواسته ای که داری با هدف و با فکر پایه و اساسش رو درست بچینی. مثل کسی که توی کارهایی که انجام داده مدتها براش زحمت کشیده بوده، حالا با توجه به زحماتی که کشیدی و منطقی که براش قدم برداشتی، امروز بهت نشون میده که داری به یک خوشحالی میرسی که از ته دل شاد هستی. حتی میتونیم بگیم که اگر تو مسائل احساسی مدتها داشتی برای عشقت، برای خواستت زحمت میکشیدی و تلاش باشی، بالاخره این خوشحالی و رسیدن به همدیگر رو داره نشون میده. روی هم رفته میتونیم بگیم کائنات داره به شما میگه به زودی از نظر مالی و از نظر احساسی برای شما خوشحالی های بسیار زیادی هستش و مسئولیت هایی که به دوشت بوده، خستگی هایی رو که داشتی احساس میکردی، میگه بالاخره داره به یک نتیجه خوبی میرسه. و چالشی که برای شما هستش، میگه همیشه سعی کن قبل از اینکه کاری رو انجام بدی، خرجی رو انجام بدی، وارد کاری بشی که توش سرمایه گذاری هستش، تمام جوانب رو در نظر بگیری و تو رو درواسی با کسی نمونی. دوستی کسی به پیشنهاد کاری رو بده، میگه بهتره که به جایی که اعتماد کنی خیلی راحت همه چیز رو بررسی کنی. زمانی که کارها رو با فکر و با منطق جلو میری، نتیجهش پول و خوشحالیه که از ته دل داری. پس دیمای جان بدون که قراره تو این روزها به یک پول بزرگ و به یک عشق بزرگ برسی. خب بهمنی جان با انرژی مثبت به خواسته هات فکر کن، ببینیم که کائنات برای شما چه پیامی داره. به نام خداوند بخشنده مهربان. بهمنی جان بهت میگه شاید تو این روزها یک کمی بی‌حوصله شدی، انگار که قرار بوده یک جوابی رو بگیری، یک نتیجه‌ای رو ببینی و با زمان مواجه شده و کمی احساس خستگی میکنی. اما این کارت بهت میگه تو کسی هستی که خیلی خوب و راحت میتونی به خواسته هات برسی. این کارت نشون میده که هر چقدر هم مسئله زندگی، کارهات یا حتی ارتباطاتت اگر تو این روزها اونطوری که دلت میخواد پیش نرفته، خودش میگه برات خوب بوده، چون قراره که به یک تصمیم بهتری برسی. انگار باید خیلی از مسائلی رو که در گذشته نمیدیدی رو ببینی تا بتونی بهتر و منطقی تر برای زندگی تصمیم بگیری. اگه توی امتحانی نمره‌ای که میخواستی رو نگرفتی، میگه دوباره امتحان دادن و پیروزی و موفقیت رو بهت داره نشون میده. در اینجا میگه خیلی جاها اگر روی خواستن اون موفقیتی که میخواستی رو دریافت نکردی، علتش این بوده که درون خودت اون ایمان کافی رو نداشتی. سعی کن که توی این روزها بیشتر روی اعصاب خودت، حال خوب خودت کنترل داشته باشی. هر چقدر که منظمتر باشی، نظم بیشتری داشته باشی، نتیجه بهتری رو دریافت میکنی. اگر آقایی هستی که مادرت باهات صحبتی کرده، راهنماییت کرده، اما عکس‌العمل خوبی نشون ندادی، میگه بهتره که عذرخواهی کنی و به حرف مادرت گوش کنی. حالا میتونه این مادر برای خیلی همسرتون باشه، دوستتون باشه یا خانومی که همیشه حامیتون بوده. کائنات میگن تو مسائل مالی بالاخره با تلاشی که کردی، با تحملی که کردی، پولی که میخوای به دستت میرسه، ولی بهتره روی پولی که به دست میاری با حوصله و با صبر تصمیم بگیری. بهتره عجله نکنی. تو این روزها کسی با قدرت کنارت هستش، کمکت میکنه، حمایتت میکنه تا بتونی خواسته های خودت رو به نتیجه برسونی. نشون میده که شاید برای بعضی از شما ارتباطاتی بوده که قطع شده و انگار تصمیم گرفتی که دیگه بالاخره بپذیری و از اون شخص قدیمی فاصله گرفتی که نشون میده این فاصله گرفتن خودش موفقیت بزرگی برای تو بوده. خب بریم ببینیم لنورماند به شما چه چیزی رو نشون میده. به نام خداوند بخشنده مهربان.
در اینجا کارت نشون میده که شاید برای بعضی از شما مدتیه که خیلی مسائل گنگ بوده توی احساسات، کسی رو دوست داشتید ولی نمیدونستید که آیا در کنار هم میتونید بمونید یا نه. برای آیندهتون نیاز داشتید که یک پولی رو داشته باشید یا یک امکاناتی رو داشته باشید که بتونید کنار هم باشید، که اینجا نشون میده بالاخره کنار هم قرار گرفتن و پیوند هستش، که خود این پیوند نشون میده که به یک پولی احتیاج بوده که بالاخره این پول جور میشه و این ازدواج انجام میشه. برای بعضیا این پیوند و این پول نشون دهنده امضای قرارداد میتونه باشه. برای خیلی هم حتی نشون میده که اگر تو مسائل کاری و مالی توی خانواده مشکلی وجود داشته، آشتی و نتیجه گرفتن برای حل کردن مسائل رو داره بهتون نشون میده. کائنات که هر چیزی که توی ذهنت باعث نگرانیت میشد و از آیندهش نگران بودی، بالاخره حقیقت مشخص میشه، حقیقتی که نتیجهش مثبت و شادی، پیروزی هستش. آمین. خب بریم برای اسفند ماهی های عزیزمون. اسفند ماهی جان، با انرژی مثبت به خواسته هات فکر کن. تا کارتا رو بر میزنم نیت کنید، ببینیم کائنات به شما چه پیامی رو میخواد نشون بده. به نام خداوند بخشنده مهربان. در اینجا نشون میده که شاید قرار یک کاری رو انجام بدی، بعد یک مسیری رو بری که توی این مسیر یک کمی دلت شور میزنه. انگار کسی که توی کاری که داره انجام میده نگران آینده خودشه، یا حتی کسی که باید یک پولی رو سرمایه گذاری کنه اما نگران آینده این پولش هستش، یا حتی نگران آینده مالی و کاریت رو داره نشون میده. که در اینجا این کارت میگه تو این روزها اگر احساس میکنی اون آرامشی رو که میخوای رو نداری، علتش از دست دادن اعتماد به نفس خودته. در حالی که نشون میده قدرت در دستان تو هستش، توانایی هایی داری که اگر به توانایی های خودت اعتماد کنی، مطمئن باش که موفقیت و پیروزی خیلی خوبی رو داری. ولی این کارتا نشون میده توی این روزها یک کمی احساس خستگی میکنی و اون آرامشی رو که میخوای رو انگار نداری. باید سعی کنی اعتماد به نفس خودت رو پیدا کنی. زمانی که روی اعتماد به نفس خودت کار میکنی، زمانی که قدرت درونی خودت رو تقویت میکنی، دیگه دچار نگرانی نمیشی، چون ایمان داری و میتونی آرامش داشته باشی و کسی که آرامش داره مطمئنا میتونه توی زندگیش مسیرهای بهتر و پر از موفقیت و بیشتری رو میتونه طی کنه. اگه توی این روزها کسی ازت پولی رو خواسته، میگه باید برای دادن این پول با فکر بیشتری اقدام کنی. شاید کسی که این پول رو ازت بگیره دیگه به راحتی این پول رو بهت نتونه پس بده. اگه وارد یک کار جدیدی شدی، اگه نیاز داری که برای حقوقت صحبت کنی، اگر حقوقت اون چیزی که میخوای نیستش، میگه بدون خجالت، با اعتماد به نفس و بدون ترس در مورد حقوقت صحبت کن. اگر مدت هاست که منتظر بودی که راهی برات باز بشه، کاری رو شروع کنی یا حتی مهاجرتی رو انجام بدی و مدت ها بوده که با زمان روبرو می شده و کاری که میخواستی برات پیش نمی اومده، نشون میده که باید اعتماد کنی، بدونی که این مسیر برات باز میشه. مثل اینکه میخواد بهت بگه اسفندی جان، مسائلی که تو این روزها باعث نگرانیت میشه یا با سختی داره پیش میره، بیشترش به خاطر خودته. باید بیشتر از همیشه اعتماد به نفس داشته باشی، باید اعتماد کنی و حتی لازمه که یک کمی استراحت کنی. خیلی جاها بهتره که به جایی که عجله کنی، با فکر و با آرامش برای خواسته ها قدم برداری. خب بریم ببینیم لنورماند به شما چه پیامی میده. به نام خداوند بخشنده مهربان. به به، بهتون میگه منتظر یک موفقیت، منتظر یک پیروزی بزرگ، حتی رسیدن و کنار هم قرار گرفتن رو داره به شما نشون میده. بالاخره نشون میده که توی این روزها نتیجه زحمت‌هات رو میبینی و اگر قرار بوده قراردادی امضا بشه، امضا میشه. توی این امضا، توی این کار پیروزی و موفقیت براتون هستش. اگه توی ارتباطاتت با کسی بینتون سوء تفاهمی بوده و ناراحتی ایجاد شده بود، بالاخره
انگار مشکلات و سوء تفاهمات برطرف میشه و کنار هم قرار گرفتن رو داره نشون میده. برای خیلی ها میتونه این پیشنهاد ازدواج باشه، شروع یک زندگی جدید باشه. تنها چیزی که باید دقت کنید توی این روزها باید مراقب سلامتیتون باشید، مراقب ذهنتون باشید و سعی کنید که به خودتون بیشتر احترام بذارید، چون که شما لایق بهترین ها هستید و اگر تو این روزها چیزی رو که میخوای از نظر احساسی دریافت نمی کنی، میگه باید اعلام کنی که من لایق بهترین ها هستم، چون که در اینجا نشون میده چیزی رو که لیاقتش رو داری، عشقی رو که دنبالش بودی رو داری به دست میاری. دوستان عزیز، امیدوارم که از این انرژی خوانی لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. اگر لذت بردید کامنت بذارید، ماه تولدتون رو یادداشت کنید. تا انرژی خوانی بعدی، خدا نگهدار.